کشیدن سیمتورهای آخرین در بین مرز مجارستان و سربستان که یک راه مهاجران و پناهجویان است سبب ببندوباری و سردرگمی در این گوشه مرزی دو کشور شد. پلیس مجارستان آخرین قطعه های سیمتوری آهنین 175 کیلومتری بحث برانگیز در مرز را کشید که هدف از بنیاد آن مانع شدن به ورود پناهندگان از سربستان است. پیش از بستن مرز با سیمتور در یک روز از سربستان به مجارستان 9380 مهاجر و پناهنده وارد شدند. مجارستان همچنین قانون مهاجرتش را سخت کرد و گفت از این بعد هر کس که غیر قانونی از مرز کشور می‌گذرد به جوابگری جنایی کشیده می شود و ممکن است که او را تا به 3 سال زندان محکوم کنند. در یک همایش امنیتی در دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت به همکاری با حکومت سوریه محو گروه تندرو دولت اسلامی امکان ناپذیر است. ولادیمیر پوتین در نشستی رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی گفت کشورش کمک‌های نظامی به حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را همچنان ادامه می‌دهد. بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از آن صدا داد که نظامیان آمریکا روز 14 سپتامبر گفتند روسیه می‌خواهد در سوریه یک پایگاه نظامی بسازد. در شهر بنو در شمال پاکستان خریداران از بالا رفتن قیمت چاروا در آستانه عید قربان شکایت کردند. طور معلوم در عید قربان بسیاری از مردم با ذبح گاو و گوسفند قربانی میکنند. در شمال پاکستان امسال عید قربان روز 24 سپتامبر تجلیل می شود. در دیگر منطقه‌های کشور عید را یک روز بعد جشن میگیرند. در شهر آستانه پایتخت قزاقستان بیشتر از 100 راننده اتوبوس علیه بالا بردن حق کرای اتوبوس‌هایشان اعتراض کردند. راننده ها میگویند بار دوم است که در یک ماه حق کرایه اتوبوس‌ها را بالا میبرند. رانندگان گفتند بهتر است با معاش کار کنند نه همچون کارمند قراردادی. بعد طلب تظاهرگران مدیر شرکت نقلیاتی از تصمیم بالا بردن حق کرایه اتوبوس‌ها دست کشید. بعد از 3 سال آثارخانه ملی بوسنیا و هرزگوین در خود را دیگر باره برای مردم باز می‌کند. آثارخانه مذکور را که سال 1888 تأسیس یافته است به دلیل نرسیدن مبلغ با 6 عمارت دیگر تاریخی و فرهنگی بستند. پیش از دوباره باز کردن آثارخانه ملی فعالان سیاسی در کشور معرکه را با نام من آثارخانه هستم به راه انداختند.